اینو مطمئن باشید اونی که داره با چادر دلبری میکنه، با حجاب داره دلبری میکنه، اسم خودش هم میذاره مجنون زهرا، عاشق امام حسین، عاشق مدافعین حرم. الفاظ قشنگی هم میگن. به مراتب خطرش بالاتر از اون دختری که اصلا مقید به حجاب نیست. اون داره زیر عنوانی به نام چادر خیانت میکنه به چادر، خیانت میکنه به حجاب. کجا خدا راضیه به این کار؟ دختر خانمی که میاد تصویر خودش رو تو پیجش منتشر میکنه، تصویر پروفایلش میذاره، من میگم ان شاءالله که هدفشون کاملا خیره، ولی چشم چند هزار تا جوان دنبالشونه. همین دختر اگه تو خیابون مثلا یکی ببینه میگم میخوام عکستو منتشر کنم، حاضر نیست کارو کنه، ولی تو فضای مجازی عمله اتفاق داره براش میفته. حاضر نیست عکسش دست مثلا دوست دانشجوش بیفته، حاضر نیست عکساشو چاپ کنن تو دانشگاه پخش کنن بین جوونا، ولی گذاشته تو پیج اینستاگرامش، پروفایل مثلا تلگرام و واتساپ و غیر و ذالک، همه دارن میگه اینم که چادریه، اینم که مثل خودمونه، اینم که اهل دل، مثلا اینم که دوست داره مطرح بشه، اینم که دوست داره فالووراش زیادتر بشه. فالوور به این قیمت که خدا رو بذاری کنار، به این قیمت که چشم